بینندگان عزیز، مخلصان گروه اوریون، امروزها در شهر لندن بریتانیای کبیر فستیوال مدنیت و طعام‌های ملی ازبکستان دایر گردیده ایستاده است. باعث خرسندی است که یکی از ادمین‌های گروه اوریون، همکسب ما فروخ یلداشف نیز در این شهر قرار دارد. حالا حرکت می‌کنیم با فروخ یلداشف در تماس شویم تا اینکه درباره این فستیوال به ما معلومات دهند. السلام علیکم فروخ، ما رو میشنوید؟ لبای دلربا نظر و السلام علیکم، شما را میشنویم. خوب میشد درباره فستیوال به ما معلومات میدادید. درست تاکید کردید. عین حال ما در باغ استراحتی پاترزفیلدز که در نزدیکی یکی از کبرگ‌های مشهور و تاریخی لندن با نام تاور بریج جایگیر است قرار داریم. اینجا باری دوم است که فستیوال یعنی جشنواره مدنیت و طعام‌های ملی ازبکستان برگزار گردیده ایستاده است. در دایره فستیوال اینچنین تیار کردن یکی از طعام‌های ملی همان آشی پلاو نیز در نظر داشته شده است. اینچنین نمایش لباس‌های ملی، برآمدی صنعتکاران وطنی و یارمارک هنرمندی نیز تشکیل کرده شده است. لندن یکی از شهرهای قدیمی اروپا، مرکز سیاسی، اقتصادی و مدنی بوده پایتخت بریتانیای کبیر محسوب می گردد. اهالیش زیاده از 8 میلیون نفر را تشکیل می دهد. این شهر قدیمی جایهای دیدنی بابی زیادی دارد. طبق معلومات ها در یک سال به لندن زیاده از 20 میلیون سیاح تشریف می آورده است. بریتانیای کبیر باشد در روی خط سیاحانی که از اروپا به ازبکستان می آیند در جای سوم می ایستد. سنه 8 ایون روز اولی جشنواره، خرد و کلان، پیر و جوان همه برای تماشای آن تشریف می آوردند. مهمانان را نوازنده ها با ضرب دایره و رقاص دختران نازک خرام با رقص های زیبای خود پذیرایی نمودند. مقصد اساسی برگزاری این چهاره‌بینی باز هم مستحکم کردن مناسبت‌های دیپلماتی بین ازبکستان و بریتانیای کبیر، رواج دادن تبادل سیاحی و فرهنگی می باشد. همین طور آن روز گرد و اطراف ساحل تمز را محیط ملی فرا گرفت و در طول 2 روز جشنواره به یک تدبیر با شکوه دوستی و برادری مبدل گردید. من اینجا امروز فستیوال شده ایستاده است. جدا هم خوشش از طرف ازبکستان اینو تشکیل کردن. جدا هم خوشش از فستیوال ما همه رنگ و رنگ خوش چیزا پشتگی هم اونو خرسند جدا هم از ازبکستان آمده ایستادن. همجا چه زنانده خرسند شده گشتیم. همین انگلیا و اپشتی بچه کمو اومدگی ما این فستیوال های خوشریه تشکیل کردگی بودیم. ستازور شکر میکنیم. هم نکو بودیم. ما همزین چه زده انگلیا تماشا کیسه. همزنین ازبکستان چیزاش آوردگی هم خنین آدمو خرسند شده پشته و انگلیسین ما خرسند. من همزین چیزا ما هم جا وای بوده است، مشهور بوده است، ما خرسند. باید گفت که برگزاری فستیوال نه فقط برای اروپاییان بلکه برای آن ازبکستانیانی که در این دولت تعلیم میگیرند و مهنت میکنند به یک سیل ادانه و دیداربینی با یکدیگر تبدیل یافت. من از سمرقند لندن و قریبکی دوستامız آمدگیم و خواندن کردی آمدگی حاضر کار کردیم. یکمشکی رحمتی کلان ما ازبکستان و نرفتگی بودیم. یک سال شد و این فستیوال فستیوالی ازبکستان سمرقند آمدگی بریم شدیم. جدا همش معقول آدمای خودم معامل من مالی کسبی تلاش کردیم. اینا خود یک نتورکینگ برنده من فستیوال گذراندن ما مدتی دوزی یارمای پدیش کردم بگردیم دختر. من جدا هم yok yaptı. O kadar orası şirin çıktı. Müzikanımız akılıp işte oyna. Kayfiyatımız ya Allah derecede bugün. Я сама из Узбекистана, но прилетела в Лондон и как будто частичка нашего Узбекистана вот тут и очень классно, весело, вкусная еда. It's lovely. It's lovely. Yeah, we came because my friend Mahina. مرا به این فستیوال یکی از دوستانم تکلیف کرد. آمده در حیرت ماندم. این زیبایی، این محیط ملی مرا مفتون کرد. من این لباس را باشد به من دوگانم از تاشکند همچون تحفه آورده است. به او مینتداری اظهار نموده در حال به بر کردم. از طعم‌های ملی باشد سمبوسه و منتو را استعمال نمودم. خیلی بامزه. I love it. Yeah, and samsa, manti. It's from Yeah.
میگویند صنعت سرحد ندارد و موسیقی ملت انتخاب نمی کند. آن روز اروپایی ها برآمد صنعتکاران و رقص های ملی مردم ما را با شوق و هوس زیاد تماشا کردند و حتی با هموطنانمان یک جای به رقص در آمدند. لندن شهری است نه فقط سرپناه مهاجران مهنتی بلکه منزل و مکان دوست داشته سیاحان دنیا به حساب می رود. در طول این 2 روز باشد در این مرکزی پایتخت با بهانه برگزاری فستیوال مدنیت و طعام‌های ملی ازبکستان موسیقی و سرود و ترانه‌های مردمی ما صدا دادند و باید تاکید نمود که این چاره‌بینی با نفوذ با دستگیری و همکاری سفارتخانه ازبکستان در بریتانیا، وزارت مدنیت و سیاحی، اتحادیه وطنداشتلر و یک قطار تشکیلات‌های دیگر تشکیل کرده شد. شیطوره که مولانا میگوید ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. باعث خرسندی است که امروز چهره های هر گونه نژاد و ملت و دین های گوناگون آمدند برای همین جشنواره، برای همین خرسندی. و اینجا همون چخل که میگویم آشی پهلوی ما که در یونسکو سال 2016 همچون با انگلیسی میگن King of the Meal یعنی شاهی خوراک‌ها، شاهی طعام‌ها پخته میشوند و در اطراف این طعام مردمان جمع میشوند و خرسندی میکنند. این جشنواره باز از اون درک میدهد که فرهنگ ما، فرهنگ ملت ما مردمان رو با هم می‌آورد. اینجا نه تنها آمده یک دلخوشی میکنند بلکه با هم دوست و همون رشته های دوستی که در گذشته بود و ما که در همون چهارراهی راه ابریشم جای گرفته بودیم و مردمان از شرق تا غرب میرفتند و همیشه در همه آسیای مرکزی یک مرکزی بود که فرهنگ های گوناگون با هم می آمدند و امروز ما بار دیگر اثبات کردیم که ما مردمی هستیم که تمام دین ها، تمام ملت و فرهنگ ها را قبول داریم و با آنها با اتفاق زندگی میکنیم. بینندگان عزیز، در اینجا باشد یکی از طعام‌های ملی مردم ما آشی پلو تیار کرده شده ایستاده است و حجم آن 1 تن را تشکیل می کند و گفتن جایز است که برای تیار کردن آش مصالح ضروری یعنی برنج و زیره‌باری ها و همچنین دیگ و آشتان از ازبکستان آورده شده است. امروز در لندن، در مرکز لندن نزد تاور بریج میگن پلاو دم کرده ایستادیم، 1 تن پلاو و همین 1 تن رو با هر خیل دیگ‌ها تقسیم کرده شده. پلاوی تاشکندی، پلاوی سمرقند، پلاوی چایخانه و پلاوی خوارزم چیا هم گفتن. خود من در لندن پلاوی سمرقندی درست کرده ایستادیم. اصلا اونها نمیشناسن پلاو رو. وقتی که مردم می آید و وقتی که کمتر چشیده میبیند، خورده میبیند، بعد میگه که واو چخیل خوب بود، از طعم‌های خوش‌طعم بود از گفته، باز کم کم آشنا شده میخرن، خوششون میاد. و اینچنین در امروز در همین فستیوال هم تمام مردم اومده در صف ایستاده، بر نوبت ایستاده اومده از پلوی ما خرید کرده ایستادن. آن روز مهمانان توانستند از طعم و لذتی به خودخواسی طعام‌های ملی‌مان بهره‌مند گردند، محصول ایجادی هنرمندان ما را تماشا کنند، با مدنیت ملی ما آشنا شوند. در دایره فستیوال در طول 2 روز همگی زیاد از 2 تن آشی پلاو دم کرده شد و شماره آنهایی که خواهش چشیدن آن را داشتند دقیقه به دقیقه می افزود.
با آشپزی مشهور ازبکستانی بهریدین چوستی گروهی آشپزان از لندن با سروری آشپز ماهر مظفر صادقov کمک نمودند. o'tgan yili biz 1 tonna osh damlagandik katta qozonda, lekin o'tgan yil yetmagan. Shuni inobatga olib bu yil qozonlar sonini ko'paytirdik. Bir umumiy miqdorda 2 tonnaga yaqin osh bo'ldi va hozir o'shani ko'rib guvohi bo'ldim. Vatandoshlarimizdan ko'ra ko'proq boshqa millat vakillari soni ko'pligini ko'rib men juda ham quvondim, sevindim. Umid qilaman bu kabi festivallar an'anaviy bo'ladi. Umid qilaman. Qolaversa bu yil shunaqa qaror qildikki, Bahriddin aka bilan O'zbekistonda har xil oshni palov tayyorlash. Samarqand qozoni bo'ldi, Toshkent qozoni bo'ldi, to'y oshi bo'ldi, vodiy oshi bo'ldi. پارسال خود هم خیلی وقت همینجا به هم خیلی فستیوال شد. اومدیم هم خیلی تاثیرات خوشی شده بود. آرتیست‌ها یعنی خودمون حافظا ما جدا هم خرسند بودیم. امسال همین سال به نصف که گشت من ما به حد خصوصا من کومو کی جانو کی بچا کی با همینجا باش مو کی دیدار ما جدا می نداریم سو که اگر ارگانیزات که گفتم با دل رحمت میگیم میگم که سمرقند سایقلی روی زمین بخارا اسلامی قوت دین هست. جواب هست که همه سمرقند ازبک همه حتی باعث خوشنودی است که متاحهای ابریشمی وطنمان دائما دقت و اعتبار خارجیان را به خود جلب کرده می آید. لباسهای ملی رنگارنگ و منقش چند دوزنده های ماهر ازبکستانی که آن روز در دایره فستیوال نمایش داده شد، بار دیگر توجه حاضرین را نسبت لباسهای ملیمان دوچند گردانید. گوشه صاحبکاران و هنرمندان نیز از گوشه های سر آدمترین نمایشگاه بود. خارجیان با لباسهای ملی و مردمی ما خیلی ذوقی بلند ظاهر نموده خرید می کردند. هنرمندان، رسامان و کلالان نیز خدمت و محصول ایجاد خود را معرفی می نمودند. از بخارای شریف ارتیست کشت دوزی کار میکنه. این خودم و محصولات ما ملی لباسو kurta هست، یوبکا یعنی یوبکا شیبا یوبکا این ملی نیکو ملی ماتوش ملی فاسونش این لندن ها و ملتر دست کرویا خواهش میکند. این طبیعی کرویا خواهش میکند. چبکی اونو با نیست طبیعی کرو موبا این ملتر دست کرو این صنعت نقص قبول کرده ایستده. امروز هم فستیوال با قطع این دویم سال ما ارگانیزاتور یک دیشم همجا به خودم سوم خط کده خودم ابزار کمی کده کوفم برآوردگی ما خودم جارد میکرده کوفی خونه ما هست خودم تورتو کده هم توی محصولات برآوردیم امروز. توسط ملاقات و صحبت‌های صمیمی، شنیدن سرود و ترانه‌های ملی در نزد کوپروک تاور بریج یعنی در مرکز پایتخت بریتانیا، اروپاییان مدنیت، عرف و عادت و عنعنه‌های قدیمی مردمی، اینچنین خوراک‌های خوشخور و با لذت ازبکستان را برای خود از نو کشف نمودند. соли гузашта дар хоразм дар ҷашнвораи ҷавонон иштирок карда бо таассуротҳои зиёд баргашта будам ва имрӯз хеле сарфарозам ки дар ин фестивал низ иштирок дорам. Инҷо ба ман мусиқӣ ва сурудҳои миллии шумо хеле писанд омад. چند پیش همراه همسرم در تاشکند بودیم و من این لباس ها را خرید کردیم. تصادف را بینید که هیچ وقت نگذشته نمایش همین سر و لباس ها در لندن گذاشته ایستاده است. Супер, очень понравилось. К сожалению, я знаю, что было в прошлом году, но я не была. В этом году для меня первый раз. И, конечно, очень здорово. Пробовали плов, стояли в очень длинной очереди. Обалденный плов, очень понравилось, да, супер. باید تاکید نمود که برگزاری چنین چاره‌بینی و جشنواره‌هایی که ترغیبگر ارزش‌های ملی مایند برابر آشنا نمودن خارجیان و جهانیان با گذشته قدیم و تاریخ امروزه ازبکستان نو بهر باز هم مستحکم نمایی مناسبت و همکاری‌ها در هر ساحه خدمت خواهد کرد. فرخ یلداشوف، اولوبک امینوف از لندن، انگلیا، مخصوص برای آریان و استو صدا و سیمای سمرقند.